رسیدیم هتل و همین امشب گشت بلژیک رو شروع می‌کنیم و شهر بروکسل چون وقت کمه. خیلی شلوغه. بوی علفیجات و مغازه‌های علفیجات هم هست. یه حالت گنگتوری داره، خوفناک. نگی فرنچ فرایز توی فریته بلژیک. ساعت 10:30. اینجا معماری سبک گوتیک با وحدت. بعد بروکسل یه جوریه که برخلاف مثلا پاریس بافت تاریخیش از مدرنش جدا نیست. حالا فردا از اون ساختمان‌های شیشه‌ای بلند مرکز شهرش هم فیلم میگیرم. جالبه دیگه، چون بلژیک یه جوری هم بوده توی جنگ جهانی اول دوم، اصلا کلا زمان ناپلئون، زمان چون محل تلاقی بوده بین مثلا فرانسه و آلمان، بین اینا بوده. هر کی می اومده اینجا لشکرکشی میکرده، اینا رو میزده. بعد وقت خیلی شهر تو چند دوره خراب شده و دوباره ساختن. خیلی هم مهاجر هست، مهاجر عرب، شمال آفریقا، حتی ایرانی، سوری. بریم وافل. قشنگ فضا فسق و فجور برای. عجب بارونی گرفت. وا ویلا. رسیدیم به کلیسای سنت میشل شهر بروکسل. اینجا هم مثل بقیه اکثر کلیساهای نوتردام و کلیساهایی که مربوط به قرن هولوش 11 تا 14 بودن سبک گوتیک هست و حدود 300 سال هم ساختنش طول کشید. واردش شیم. مهمترین مشخصه سبک گوتیک اینه که اینا اصلا کلن اون زمانا اومدن با معماری خواستن به یه هدفی برسن که رسیدن و این بود که اگه دیده باشیم
مثلا تا همین سبک گوتیک میان بیرون و نمای کلیسا رو یه سبک یه سری مثلا اژدها روی نما هست، یه سری چیزای تیز و زرنده که یه حالتی که اینجوری شما بیرون هرچی میبینید زشتی و پلیدیه و وقتی وارد میشین یه حس آرامش و عظمت که آره داداش بیا دیگه هرچی گناه داری اینجا اعتراف کن. و کاملا موفق بوده این سبک و کلیسا تونست خیلی موفق عمل کنه تا قبل از قرون وسطی. گالری سنت روبرت. گالری بسیار قدیمی هست. مربوط به اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17. یکی از اولین سینماهای اروپا هم اینجاست. دیشب اومدیم، حالا دوباره یک بار دیگه. اینم نمای روز میدان گراند پالاس. با شکوه. این مجسمه هم حالا دیسپلی داره که دست میکشم بهش و فکر میکنم حاجتشون برآورده بشه. زریشون بود. بلژیکی ها تو انیمیشن هم خیلی قوی هن و تنتن هم ساخته همین بلژیکی هست. یادگار یکی از خاطرات بچگی. بازم فقیته. چیزای ساده رو اینجوری باشه ازش قائلم. این هم مانع کمپیز یا همون پسر شاشوشون. یه مجسمه 67 سانتی. المان شهر بروکسل.
اینقدر معروفه که خیلی برنده صفن مثل گوچی شنن اینا که میان یه لباس تنهی میکنن. داستانه مثل که زمانی که دشمنا حمله میکنن شهر بروکسل رو آتش میزنن، این و به عنوان محافظت شهر برلین اینقدر ادرار میکنه که آتش خاموش میکنه. یکی دیگه شم اینه که به خاطر آمونیاکی که توی ادرار بچه هست قدیما اینو روی چرم بچه ها میگفتن ادرار کنین که واسه دباغی چرم عالی تر میشد. یکی دیگه افسانه هاش هم اینه که میاد روی انبار باروت دشمنا ادرار میکنه و اونو از بین میبره. جالب. در کنار اتمومیو هستیم. اینو سال 1958 واسه یه نمایشگاهی تو همین محل ساختن و اینجوری که مولکول کریستال آهن 120 میلیون بار بزرگ شده که شده این و کاربری متفاوتی داره. اون بالا بالایش رستوران گردن، نمایشگاه، گالری تو مواقع مختلف سال و فصل ها ازش استفاده میکنه. خیلی بزرگه این کره، هر کدوم قطر 16 متره.